بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. کاکا جان چی حال داری؟ بخیر هستی؟ خوب هستیم انشاءالله. الحمدلله قربانت. شما خوب هستین؟ چه روز بخیر میگذره؟ خیر باشه، خدا اجر بده. قربانت کاکا جان، زنده باشی. چی کاروبار چی مسئولیت ها بود؟ حالا بعد دیگه کدام کار نیست، این کار از این کراچی یگان بار مار اگه ببره بعد مردم سر میبره، بعض مردم سونم که سیل میکنه میگه مایو باری سپید نمیبره دیگه مجبور هستم اینمی با یک 40-50 صدی از برابری دیگه خدا و مخواه لازم دید البته یا هیچ میتونم. در خانه اولاد نداری کاکا جان؟ چند اولاد دارم، خورده است 4 دانه یتیم دارم. فرا ابتدیم خانه کراییستم، خانه ندارم. رسانم کنه در منزل منطقه فامیلی ولی کلگی برای بشناسم. مگم دیگه بیچاره کار نیست. تا وقتی که تانماندی باز داشتم یک 20 سال فامیلی ولی از موتروانی کردیم یک چشمه در چیز این حال دیگه تانماندیش نیست. روزانه چند کار میکنی کاکا جان؟ روزانه ولی برابری پدری که 70-80 100 دیگه دینمی چیز کار میکنم. آنیم که شما ایچ آمدیم اونجا قرار شدیم که باش که کدام بار مار پیدا شود اونجا. چند اولاد داری کاکا جان در خانه؟ ما 8 تا خور دارم. یک چیز بود که از بیادر داده میشته پشت کش 4 دانه مانده شهید شده. آها خداوند مغفرتش کنه. دیگه اونم اولاد که خورد ریزه سوام کتم از سرم از دیگه کسی کوی ندارم فامیلی بعدا که هیچ چیز کنم. اونم برای خدا فامیلی اگه 2 تا نانم پیدا کنم چه به میتونم، اگه یک تام پیدا کنم اگه 10 تام پیدا کنم. خدا بزرگ است کاکا جان، خدا بزرگ است. تشویش نکن. باز دی 70-80 روپیه روزمره پیدا میکنی کاکا جان. دی چگونه تو فامیلت چلانده میتونی کجا پوره میشه؟ تو باور کن که این تو شبا شده که ما در به 20 بار سوپ خریدیم. خدا حاضر شاهد از زیر زمین رفته نیستیم، پای ما در گور است. این تو روز میشه که ما 10-20 بار فامیل دیگه شنان خوش خریدیم و میریم. دمی چند وقت است این یک ماه ضابطه شده که نمی کار ما این از اونمو جونمو جا سوپ بالات فامیل از اونمو جا یا داره به یا 20 بار میگیریم که دمو گذاره میگیریم. حالا من بسیار جگرخون شدم. خانه از خودت است یا خانه کرایی؟ نه خانه کرایی است. کرایی است. پیش زیارت خلیفه صاحب میشینم. اونم جا کرا فامیلی بعدت میتونم دیگه 10 پام 5 پام که پیش چیز می باشه روزمروزه قلاج کرده میرم دیگه نمو کتاب و کرایه دون. چند کرایه میتی کاکا جان؟ 3200. چند؟ 3200. پوره میتونی باز کاکا جان؟ والا دینمی ما خدا حاضر شاید از نتانستیم دیگه وقتایش پوره کنیم. مگم دینمی اینمی ما بسته سرم مانده. دینمی ما را نتانستیم واقعیت. دیگه کار کردیم فامیلی. خیلی دیگه بسیاری مردم ها که احساسی هم نداره که من هیچ وقت از زندگی خود نامیز نشدیم. دمی نامیز شدیم که کراچی در دستم بوده که مردکه صدا که کراچی که پاس رفتیم گفتن نیچ چرا پدر تو دی سفید هستی، تو معیوب هستی و بالی میاد و بالی دالمو رو به مدگاه که تو سیر بمیتی با ما بیشتر ببتی همی اینی را کتم ای چیز کو غام خوری کو. من نمیگم که مرا چل بتی، اگر دگاه چل میتی مرا 30 بتی 20 بتی این بار سرم ها بر که حال پدرت ناخور از ما نیستم یعنی ما مثل پدرت ولی میگه که نه تو پدرم ورده سی دی سفید هستی معیوب هستی سرم بار نمیبره. اگر نه خدا حاضر شاهد است که 5 دقیقه یک جایی نمیشینه میگم باش که کار کنم. ولی بسیار مردم دیدیم که در هیچ چیز نامید نشدیم. دمی که سرم بارا نبردیم نامید شدیم واقعیت به یک بار که بعد صدا بار. کاکا جان من پیشتر آمدم خود از امو چارایی به این طرفتر دیدم دستایت روید بود. من بسیار واقعیتش متاثر شدم که با اون بابت طرف خود دور خوردم. گفتم باش تو کمرای پدر ما مصاحبه کنیم که دلیلش چی بوده که قدر پریشانی و فشار بالای خودت دستایت دارید گرفته بود داری سرک از همون خاطر با خود سبب لالا جان امی یک ما بید کمتر شده. اینی هم گولیای خواه هسته که گولی خواه ما نمیبره. امشب ما 3 تا گولی خوردیم. دوم از یه از دست کمی چیز ایمی چشم ما همین ضعیف شده رفته. اینی آینه که رفتم اونمی جا دیدیم سیرایی زمین پول سرخه اینی جا. بله زمین دست چپ
خدا حاضر شاهد است. همون دکتر چشم معاینه کرد، دیگه کرد، گفت که تو باید شفاخانه این چیز بری. حالا جام که میری ساعت به یک چیز میگیره، 2 ساعت دیگه میگیره. او جام رفتم 5 ساعت دیگه آینک مگفتم، دیگه آینک ما گرفتیم، آینک نیست تداوی. یک دکتر دیگهش مرا میگه که در چیز بیا که با مجھے ازا پیسه داشته باشی که تداوی. پدر قند، ما از بنیاد خیری ستایش هستیم. بعضی کسایی که دوستا و هموطنایی که در داخل از افغانستان و یا چی از بیرون از افغانستان کمک و مساعدت میکنن بر بعض هموطنای ما، بر بعض حاجی صاحبایی که مانند خودت دچار مشکلات اقتصادی هستند. ما یک وسیله شدیم بابت زمین که همون مساعدت و همکاری و کمک اونا رو بر شما برسانیم. پدر جان خدا شما را اجر بده. خدا هم کسایی که کمک میکنه خداوند خودش قلب بیند، میبینه، فهمیدی، عقل مبیند. همین که تو هیچ زحمت میکشی، اون مردمی که کمک میکنه به یک مسکین بیچاره واقعی که میپالی، که شما میپالی، که باز واقعیت به واقعیت هم که اندلمی شهر نچقه گشتی تا بالا مرا میتونی که خدا حاضر شاهد است، خانه ممسی کنی، ببینی هم که من چقدر مشکلات گرفتار هستم به واقعیت. خدا وارا اجر بده، شما را بده. اگر توانمندیشان است، هم خانهشان آباد است، خودتان آمد هست، خانه تان آباد خیلی ببینید. خدا اجر بده تان. همکاری و مساعدت که هموطنای ما انجام داده بود، چرا که ما با تک تک هموطنای ما باید کمک کنیم. به این مقدار بود. انشالله به دور بعد کوشش خدا میکنیم که بیشتر و بیشتر بسازیم کمک های خود. پدر جان اجر بده به خدا. نه قلب من یاد تازه کردی به خاطر از اینکه بسیار شکسته هم توی چیز میگشتم. روزم به من نان چاشتم. خدا حاضر شاهد است، من پولش نداشتم که اینه که تو به من دادی همین چیز کردی. قلبم یکی تازه شد. خدای و هموطنایی که دور هستن، مسافر هستن، کمی کمک میکنه. خداوند کامیاب دنیا و سرفراز آخرت داشته باشه. خودتان هم کتال بیتشان قربانت. یک گپ دیگه پدر جان، دسلاف کدی تا باله؟ نه والا اگه پامی یک یا کار یک دسلاف هم بتو مته از خاطر که به دسلاف خانه نری. قربانم نگفتم میرم یک چند نان میخرم. پامی خدا بده اجر بده، خیلی بده. خداوند نشرمانه. یعنی جان این چند تا نان میگیرم خانه میبرم. میگه کام یک دسلاف از طرف ما. قربانت خیلی. قربانت کاکا جان، زنده باشی. خوش شدم کاکا از دیدنت. خوش شدیم که شما می کمک کردی، خیلی ببینی و خیلی باشی. قربانت کاکا جان، زنده باشی، زنده باشی. همین کامیاب باشی. صدقت شو، عمرت دراز کاکا جان. خانه آباد. تشکر. بخیر باشی کاکای گلم. از خودتان یک جهان سپاس. و شما مگر میخواهید که شامل این کمک ها و مساعدت ها برای هموطنان عزیز ما باشین، در نمبر واتساپ ما و یا اینستاگرام ما را دنبال کنید و میتونید از همون طریق با ما با ارتباط باشین. و یادتان نره چینل یوتیوب بنیاد خیری ستایش فالو، سابسکرایب و زنگوله آن رو فشار بدید و در تیک تاک، اینستاگرام ما را فالو داشته باشید تا از جدیدترین برنامه و کمک های ما با خبر باشید.